السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما عزیز شما غذا خوردن گیرید آش شود شینه به حضور درن داره شما هم توش غذا خوردن گیرید برای اینکه آفتاب هم گرم شده ایستاده از شما ناراحت نشوه با چند نصیحت برای شما عزیزان می نماییم و خصوصا که امروز مادر عزیزم جشن 63 سالگیش است. چند سخن تبریکی برای مادر میگیم. بعد از آن انشاءالله با خواندن چند آیه از قرآن عظیم الشان به روح پیغمبر بزرگوار محفل به پایان میرسانیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثنا و حمد به پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود به پیغمبر بزرگوار پیش از آغاز صحبت اولا از پروردگار مهربان دعا میکنم که خداوند در این محل شما و در این خاندان فیض و برکات نازل سازد. آفت و بلا را از این محل و از این خاندان دور گرداند. خداوند این محفل مبارکه این جشن 63 سالگی را برای مادر عزیز که به خاطر رسیدن به سن پیغمبر بزرگوار آراسته است و این قدر خیر و احسان کرده ایستاده است، خداوند به درگاهش قبول کند و مادر عزیز در این دنیا پیروی از قرآن و سنت رسول خدا و در روز قیامت با شفاعت او داخل جنت گردیدن نصیب گرداند. پروردگار فرزندای مادر تنی صحت و عمر دراز و رزق فراخ نصیب سازد که پدر و مادرشان خدمتشان کنند و دعاشان گیرند و خداوند اونها را هم به سن این پدر و مادر برساند و مانند خودشان باز فرزندان صالح و فرزندان با آداب و خوش اخلاق نصیب کنه که باز توی 63 سالگی اهل دین و فضل الدین و صلاح الدین این فرزنداش هم اونها برگزار نمایند. البته من خیلی افتخار دارم که این بای اسام الدین همراه با مادرش فرزندان خوب صالح داشتین که من جشن مادر پیشواز گرفتی سادن. خداوندا همه فرزندان مانند اهل دین و فضل دین بارین اهل صلاح گرداند. البته مادر و پدر بالای فرزند حق زیاده دارند. قومای عزیز خصوصا جوانای زیبا حق اونها با آن حد بزرگ است که خداوند در قرآن عظیم و شان در کجایی که ما بندگان خدا امر به عبادتش کند حتما بعد از او سپارش به احترام پدر و مادر میکنند. اگر ما قرآن ورق زنیم، اگر ما قرآن خوانده تانیم، امروز با خط کریلی هم قرآن ترجمه شده است، می توانید قومای عزیز گیرید و سحریا تارت کنید، نماز بامداد که خوانده با خط کریلی هم که باشد قرآن خوانید. چه اینی که آسان است و فهماست از اونجا استفاده میگیرید اگر چه جاهای مشکل سے نفهمیدم. پروردگار در این قرآن چند آیه که باشد خواه از سوره بقره است و خواه نساء است و خواه اسراء و خواه دیگر لقمان در کجای نباشد ما را بعد از عبادت خودش امر به احترام پدر و مادر میکنه. این خود دلالت میکنه که پدر و مادر بالای فرزند حق بزرگی دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. هر کدام ما و شما عزیزان دو تربیتگر داریم، دو مربی داریم. یکی مربی حقیقی الله است جل جلاله، آفریدگار این آسمان، آفریدگار این زمین، آفریدگار این کوه و تپه ها، این دریاها، این موجودات زنده.
آفریدگاری که دو قطره آب که از پدر و مادر یک جایی می شوند در رحم صورت زیبای انسانی داد. دهد نطفه را صورت چون پری که کرده است بر آب صورتگری. او یک قطره آب است. او قطره آب کی صورت میکند؟ کی انسان میسازد؟ الله. او خدایی است که بعد از آن که جسم ما را در رحم مادر تیار کرد، روح دمانید زنده کرد، برای ناف به او هوا میرساند، اکسیژن احتیاج، او را از اکسیژن تامینش میکند، او را با غذا تامینش میکند. پیش از آن که از مادر به دنیا بیاد، در پستان مادر براش شیری پر از ویتامین های ضروری آماده می سازد. پیش از آن که از پستان مادر جدا شود، در دهانش اره‌دندان ها پیدا می کند برای غذا را خوردن و معده کردن و ملایم کردن، ثانی معده دروان کردن. این مربی حقیقی الله است. این نه یگان حکومتدار میکنه، نه یگان رئیس جمهور میکنه، نه یگان ملا و ایشان، این الله میکنه. بنابر ما وظیفه‌دار هستیم اول این مربی حقیقی ما نشناسیم، او را دوست داریم، او را اطاعت و فرمان برداری کنیم. از روی انصاف اگر شما را یک بار یک آدم یک دست نیکی کند، یک بار دستتان گیرد دو خلاصتان کند، یک عمر او را سپاسگزاری میکنه، او را تشکر میگه، او را رحمت میگه. مگر خدایی که اینقدر نیکی برای ما میکند، اینقدر نعمت برای ما میتید، او سزاوار تشکر نیست؟ او سزاوار احترام نیست؟ حکومتدارا 20 پیسه میتید، موسفیدا یک عمر دعای خیر میکنند. اما خدایی که به من شما چشم داده است که یک چشم ما به 100 میلیون دلار می هستد، یک بار صاحب این چشم نمیگویم که خدایا 1000 شکر که من تنی صحت دادی. طهارت نمیکنیم بالای جای نماز ده رو به قبله کرده خدایا گویم حمد و ثنا سزاوار توست که پادشاه این عالم هستی نمیگوییم. خیال میکنیم که این چشم و گوش، این ارگانیزم خود از خود طبیعت آفریده. طبیعت چی میگن؟ طبیعت من هوای گرم خودو که میگن از دست اینی چی نمیبیاد. بنابراین مربی حقیقی، او رو ما باید عبادت کنیم، او رو ما باید پرستش کنیم. عزیزان من، جوانای خوشرو، عبادت خدا اون قدر میان شکن نیست. همگی در 24 ساعت یک شبانه روز 1 ساعت ما خدا را عبادت میکنیم. 4 رکعت نماز بامداد میخوانیم، 10 رکعت نماز پیشین، 4 رکعت عصر و 5 رکعت شام و 9 رکعت خوب. همش جمع کنی اگر با مسجد رفتن و آمداداتان 2 ساعت نمیشود. راه مسجد هم اگر ثانی 22 ساعتی او در اختیار خودتانه، خواب میروه، کار میکنه، ورزشی بدن میکنه، اختیار خودتان داره. بنابراین خدا را ما باید دوست داریم و شناسیم. محبت این پروردگار مهربان در دل بچه هامان بیدار کنیم. از 3 سالگی بچه هامان باید به خدا شناسا کنیم. از 3 سالگی باید محبت این آفریدگار توانا را در دل فرزندانمان بیدار کنیم. این است وظیفه ما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. بنابراین حضرت عطار میگوید زنده تو را ایزید کرد از نیست هست، از برای آنکه باشی حق پرست. کرد ایزید مرد تو را از نیست هست، از برای آنکه باشی حق پرست. در این جانب بودیم، خداوند ما و شما را هست کرد برای چی؟ برای خدا پرست باشیم، خدا شناس باشیم، او رو دوست داریم. و دویم مربی ما، این مربی مجازی است، تربیتگری مجازی که او را به چشم میبینیم. این پدر و مادر است. ماننده که من با آقای حسام الدین و این مادر عزیز چگونه من فضل الدین و عهد الدین و صلاح الدین و فرزندان را تربیت کردن، به وای رسانیدن. این مربی مجازی میگن. هر دو مربی بالای ماده حق دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اشکر لی ولی والدیک
الی المصیر. در همه آیه کوتاه هم از سوره لقمان خدا اشاره به همین دو تربیتگر میکنه. خدا میگه یکم تربیتگر حقیقی من هستم، من شکر گزاری کنه، من عبادت کنه. شکر خدا چی میشود عزیزان من؟ شکر خدا همین است که گفته هاش بجا میبیاریم، از من کردگیاش خمان نگه میداریم. خدا امر کرده نماز خوان، نماز میخوانیم، روزه که رمضان مبارک روزه میگیریم، مسجد را گفته است مسجد میریم، ثروتمند باشیم، زکات که گفته است زکات میتیم، عرق حرام است گفته است خدا نمینوشیم، زنا حرام است نمیکنیم، پرستنت و ربا حرام است نمیکنیم. از این کارها خمان این همین است شکر خدا. معنای شکر این همین است. خدا میگه اول من سپاس گذاری کنه که پروردگار شما هستم، دویم پدر و مادر سپاس گذاری کنه. پدر و مادر سپاس گذاری چی میشود؟ احترام شان میشود. وقتی که از در آمدن پیش پدر و مادر راستا میخیزیم، وقتی که پدر و مادر صدا کرد فیرا کرد بچم گفته در جوابشان لبیک میگوییم. از ما یگان چی خواهش کردن بچم برای من این بیار یا وی بیار، امکانیت داشته باشیم برایشان آماده میسازیم. این است احترام پدر و مادر. حضرت سفیان ابن عیینه را از تفسیر همین آیه کلمه پرسیدن که یا امام چی معنی داره این آیه؟ خدا در قرآن فرموده انشکر لی ولی والدیک. حضرت مختصر جواب دادن که هر فرزنده که 5 وقت نماز خانه هم شکر خدا را بجا آورد، هم شکر پدر و مادر. یعنی شکرانی خدا بجا آورد نماز خواند، این حمد ثنا خدا را گفت. آخر نماز انشکر اللهم اغفر لی ولی والدی گفت، انا شکرانی پدر و مادر بجا آورد. هر دوش هم اجرا کرد. بنابراین بچه‌هایی که شما صدای من نمیشنه، جوان عزیز خواهرای عزیزی که این نوار رو تماشا میکنه، اگر 5 وقت نماز تان شما خانه والله خدا هم از شما راضی است، پدر و مادر هم از شما راضی است، چی در زندگیشو چی بعد از مرگش. بنابراین پدر و مادر مربی مجازی است. اکنون هر دو شما باید احترام کنیم، هر دو شما باید خدمتشان کنیم. خصوصا مادر حق زیادی دارد. وقتی که علیدین شبانه بعد خوبتن پیش ما رفت همراه جوان زیبای دیگر که نامشان نمیدون خدا نگهشان دارد، گفت که باهایشان مادرم 63 ساله شدن، آرزو کردین که حضرت ایشان در محفل من بیاد. وقتی که نام مادر گرفت، خوب مادر امکانیت باشه انشاءالله نزدیکی ها باشه میرم. گفت که چهارباغ از خدا خواستم که باشه میرم. بده به خاطر مادر من دعوت او را قبول کردم تا اینکه مادر در حق ما هم دعا کند. مادر خیلی حق پسر دارد. حضرت عبدالله ابن مسعود که حدیث بخاری و مسلم است، میگه پیش پیغمبر خدا آمدم گفتم یا رسول الله من احق الناس بحسن الصحبه، شما با من گویه که از همه زائد بالای من کی حق دارد؟ جوانای خوب به شما وابسته دارد، این صحبت خیلی گوش بدید. از همه زائد بالای من کی حق دارد؟ یگان ایشان استاد رئیس محله و ناحیه رئیس جمهور کی حق دارد؟ جناب پیغمبر گفتن امک مادر. ببینید مادر گفتن حق داره. حتی خوشانه نگفتن که من پیغمبری تو هستم از همه زائد بالا من حق دارم، نگفتن مادرت گفتن. باز دویم بار باز کی یا رسول الله دویم مرتبه حضرت باز گفتن مادرت. باز سیوم بار سوال داد ثم من با کی یا رسول الله، بازم گفتن مادرت. اینه پیغمبر خدا گفتن در احترام جای اول و جای دویم و سیوم برای مادر است. هیچ کس به مادر برابر شده نمیتونه. چهارم بارش سال رسول اکرم ثم ابو، بعد از آن پدرتم. ابن قیم در شرح همین حدیث میفرمایند چون پیغمبر 3 بار مادر تاکید کردند، در 4م بار پدرم. سبب چه؟ حالا که هر دو هم در به وجود آوردن فرزند شریکن پدر و مادر. البته پیغمبر هر چیز میگوید از هوا نمیگوید، البته و حکمت داشت، سبب داشت. سببش این است میگوید که مادر
در به دنیا آوردن فرزند 3 لحظه را از سر میگذراند که پدر در این شریک نیست. من همتان صاحب عقل است گوش اندازه. یکم مرحله حامل داری. من 9 ماه مادر حمل من شما رو میبردد. حمل ما از مادر شدیم، هیچ کدام ما از اینکوباتور برآمدگی نیستیم. 9 ماه مادر حمل ما و شما رو میبردد. پدر در این شریک نیست. پدر پروا ندارد، از کفای کارش مشغول است. این 9 ماه برای مادر رنگی 9 سال میگذرد، خصوصا برای مادرایی که لاغر باشند، کمخون باشند، خیلی وزنی میگذرد. این مادر عذابش میکشد. دوم لحظه به دنیا آوردن، لحظه زایمان. مادر از این عذاب رو میکشد. وقتی به دنیا آوردن فرزند بیچاره اکثر مادرها ما میشنیم میبروند سری فرزند وفات کرد میگن سری فرزند رفت. و همین خمان تسلی میتیم نمیدانه که باید چی عذاب کشیده او وقت اگر خداوند آسانش نکنه. این هم عذابش مادر میکشد. پدر در وی شریک نیست. اگر همین قدر انصاف کنه پیش تولد خانه میره دانی درد نگاه کرده مثل که کسی آنچه میگیرن. سیوم مرحله شیرخوارگی که مذهب ما 2.5 سال است، مذهب جمهور 2 سال است. این هم عذابش مادر میکشد. مادر است که شبها نصف شب میخیزه طفلک شیر میتید، نصف شب میخیزه گهواره میجماند، نصف شب میخیزه چند بار در خونه که میکشاید و میبندد. همیشه ما زن داره فرزند داره، این عذاب زناتان دیده استی. وقتی که همون ناراحتی زناتان دیده دلاتان برای خانماتان سوخت، دانه که در وقتی طفلی شما را مادر تا همه عذاب و کشیدگی است. بنابر سحری که خسته دست مادر رو بوسه کنه، پیشانیش بوسه کنه. مادر تو برای من چه عذاب ها وقتی کشیده بودی، اکنون من دیب ایستادم. این 3 عذاب مادر. بنابر رسول اکرم 3 بار مادر تاکید کرده. از این بسبب مادر حق بزرگی داره. بنابراین فضل دین و اهل دین خدا نگهشان داره. هر قدر خدمت کنن برای پدر و مادرشان، هرچی خواهند برایشان اجرا کند کم است. قرآن پروردگار آیه های فراوان تاکید میکند احترام پدر و مادر. یک جوان بیادم آمد نزد حضرت ابو عمر رضی الله تعالی عنه آمد، گفت که یا امیر المؤمنین پدر من ناتوان است، خیلی بر جای مونده شدگی است. من خودم پشتارش میکنم، از یک جا به جای دیگر میبرم شد. خودم به دستام اوقاتش میتیم، غذاش میتیم، تارت شکنی هم نمیتانم، خودم میبرم پایکش میدارم. شما با من گوی من حق فرزندی ما ادا کردم، حقی که این پدر بالای من داشت ادا کردم. آخی باید بودکیم ده من پشتاره کرد، الان منم پشتارش میکنم. وقتی ده من پایک میداشت منم الان پایکش میدارم. وقتی ده من اوقات میخواید میداد منم الان اوقاتش میتیم. همون خدمتای وی میکردی که منم کردی سادم. من حق فرزندی ما ادا کردم. شاید من شما میشدیم بگفتیم آره بچه خوب خدمتی خوب کردی. اما حضرت امیر المؤمنین عمر که خیلی آدم زیرک بودن، مقصد این فرزند فهمیدن و ولایت. حضرت عمر ولایت داشتن، فراست داشتن. بچه رو گفتن جوانی خوب، گفتن بیا شیش بچم این خدمتای تو از خدمتای پدر فرق دارد. چی فرق دارد؟ تو بچه خوب امروز تو پدر تا پشتاره میکنی، از یک جا به جای دیگر میبری، به دلت 100 بار دعا میکنی خدایا بر وقت رک امانتی تگیر این خلاص کن، ما از تشویشی باید خلاص شون. یعنی به دلت چند بار گرگر میکنی، دعای بدش میکنی اگرچه به صورت. اما وقتی که باید تو رو پشتاره کنه در کوچه ها میگشت، باید به افتخار تو رو پشتاره میگه، باز دعا میگه خدایا بچه من عمری دراسته، صاحب دولت و ملکش کن. هم تا هست کنامه که بچه ها تانو پشتاره میکنه، دعا میکنه که خدایا کشش و خلاصه اون. نه، ببینه فرق بین پشتاری فرزند از پشتاری پدر.
حالا من در کوچه ها گاه میبینم مادرها ایالا یاش کودکای 3 ساله 4 ساله رو در قچاقش در آفتاب نگر قپیده ایستاده ای. این محبت مادر است و ایلا یا لگتش میزنه که این کجا رو میپرسه. ربا بچه های عزیز وقتی که اون نظر میبینه مادراتان عزیز بودنش پیش رو بیاره. ثانی با گفتی بچه هم گفت تو دادات پایک میدارم گفتی پدرتا. آره این پایک داری تو از پایک داری و فرق دارم. تو پایکش میداری با دلی نخواهم با غرغر اما وای ترش با پایک داری میبراورد با خرسندی با دعا میگه خدایا بچه من کلام کن عمری درسته فقط در وقت پیری دستیاری من شد. بنابر خدمتی تو از خدمتی پدرم فرق دار گفتن تو هیچگاه حق اونها را ادا کرده نمیشد. لیکن تو جوان خوب بودی گفتن خداوند برای این خدمت تو را اجر دهد. و بچه های خوش رو کدام در خانه پدر و مادر داره خدمتی اونها را کنه. سحریا از خواب که میخیزی اول داری پدر و مادر تا نکشایه پرسه که مادر جان پدر جان چه حال داری. من کلام جنازه رسال گذشته در اسکی گذر خواندم مادر بچه هاش در شهر بودیان مادر خودش تنها در حولی وفات میکنه 2 روز پس همسایه ها مردش میابند. مادر کی فرزند تربیت کرد فرزنداش صاحب معلومات عالی کرد در شهر وظیفه دار خودش در قشلاق 2 روز پس همسایه ها با مردش میابند. اما بچه های عزیز هر سحر برای مادراتان خبر گیره. پیغمبر خدا میگه من اصبح مرضیا لوالدیه اصبح له بابان مفتوحان الى الجنه. کسی که از خواب میخیزه برای رضاگو خرسندی پدر و مادر اونها را احوال پرسی میکنه از احوالشان باخبر میشه و خواهشاشان اجرا میکنه دو در جنت بروشان کشاده میشه. و پدر و مادر را حتی رازگی مادر و پدر رازگی خدا، خوشنودی پدر و مادر خوشنودی خداست. حتی در یک حدیث رسول اکرم خدمت مادر بالاتر از جهاد در راه خدا گفتن. میخوایی گفتن ثواب جهاد گیره بچه های عزیز امروز جهاد نیست. میخوایی که ثواب جهاد در نامی اعمال تا فقط در روز قیامت یابه مادراتان خدمت کنید. مادراتان پاهاش ماله شب آمده که مادرت 6 دست پاش در کردیست تسب کرده دستکات که پاش مال تکبره نکن. وای مادر بود که 10 بار 100 بار پای تو رو میمالید پشتای تو رو میمالید این بچم راحت کنه گفته امروز تو از پای وی مالیدن آر میکنی. امروز تو از دستی وی بوسه کردن آر میکنی. عفیف الدین واجوری میگه 5 چیز عبادت است از رسول اکرم روایت میکنه حدیثه. یکی از اونها النظر فی وجه الوالدین نگاهی به محبت بروی پدر و مادر این عبادت. اهل دین سحری خیزه دادا چش نگاه کنه آره اینا پیر شدید شاید چشمکاشان خیلتک دارد شاید روحاشان پچم زده است شاید آبی دهانشان میریزد اما به محبت به اینها نگاه کند دست ماز گیرد لباشان تازه کند والله حکم نماز خواندن دارد. پروردگار براش عبادت بده ثواب عبادت بده. بنابراین بچه های عزیز کوشش کنه پدر و مادراتان رو دعاشان گیره کوشش کنه اونها را از خود راضی سازه مبادا خدای نکنه پدر و مادر از شما ناریضا شود آن وقت حال شما خیلی تنگ بشود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در کتاب الکبائر شمس الدین ذهبی می بیارد خداوند همه گناه ها را عذابش موقوفی بر روز قیامت گذاشته است. بنابر من امروز کسانی که به مقابل دین خدا جنگ دارند به مقابل خانه های خدا جنگ اعلان کردیند امروز کسانی که بے پروا عرق بینشون زنا میکنن پروا ندارند اینها خلاص نمیشوند. اینها اگر توبه نکرده روند حتما خداوند انتقامش از اینها میگیرد. چرا که خودش وعده کرده در قرآن انا من المجرمین منتقمون ما از جنایتکارا انتقام ما نمیگیریم. بنابراین عرق‌خورا خلاص نمیشن. نگوین که امروز من هیچ کس ماری چی گفته همین خلاص بشم نه ولی پیش صاحبش بری
ولی عرقای خوردگی از چکای سبب میبرارد. گر شوی سرخوش تو اینجا از شراب، میکشی در دوزخ انواع عذاب. زناگارا اما یک گناه هست که رسول اکرم گفت خداوند و صاحبش در همین دنیا عذاب میکنه. کل الذنوب یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامه الا عقوق الوالدین. یک گناه هست که و موقوف به روز قیامت نمیموند، همینجا در عذابش میکند. او گناه کدام است؟ آق پدر و مادر، رنجانیدن پدر و مادر. بچه هایی که پدر و مادر داره خوب اوش اندازی آزار دادن پدر و مادر، یعنی بچه که پدر و مادرش آزار میتید، پدر و مادرش به احترامی میکند، پدر و مادر از وی ناریضا از این عالم میرود، این فرزند در همین دنیا عذابش میکشد. یکم عذابش این است که عمرش در برکه نمییابد، در زندگی هیچگاه خرسند نمیشود. بچه هاش به حرمتش میکنند، دختراش به حرمتش میکنند، زنش به حرمتش میکند. خداوند او را مبتلا به کسلی های خار شونده مثل فلج گرداندش، در کوچه ها تلبیده خارزار میمرد داخل. حالا با عذاب آخرت اون طرف است. بنابر امروز خواهیم که ما در این عالم محتاج نشویم، خواهیم که از فرزندانمان احترام بینیم، باید پدر و مادرمان حرمت کنیم. هرچی کردی با پدر آن را ببینی از پسر. بچه های عزیز، امروز شما پدر و مادرای موسفیتان حرمت کنه، از در آمدن پیشاشان راستا خیزه، فردا این بچه هایی که امروز داره قشاقشان میکنه، بوسشان میکنه، فقط شما رو حرمت میکنن، فقط پیش شما راستا میخیزن، فقط شما رو پدرجان و مادرجان میگوین. اما امروز شما غرور جوانی قطی، غرور ثروتمندی قطی، غرور منصب قطی، پدر و مادر دیوانه حساب کنه، از احوالش نپرسه، در زندگی دیگر او رو نمونه شریک شدن. تو پیر شدی عقلت کم خف کنشین گفتی سیاست کن، فقط نغز دان که او بچه ارکچت میبره سگ بار اینطور دامون به صاحب خانه میپرتاد. ضربه کنه این خانه دو تشینی ان هم به صاحب خانه که دنیای غرب ساختی استاده هم تاجیکستانی ما ساختی استاده در رگر در شرعن همونجا میبره میپرتاد. نبر هر عمل جزا دارد. قرآن در پروردگار میگوید اعوذ بالله من عمل صالحا فلنفسی. کاری خوب کردی برای خودت بکن، خواه از بندگی خدا باشه، خواه از خدمت پدر ما. و من اساء فعل، بد کردی، بی‌آدابی کردی، نافرمانی کردی، به ضرر خودت کردی. بنابر خیلی من خرسند هستم از این دادرای عزیز اهل دین فضل دین که من خدمت پدر و مادرشان کرده استادیان، برای خوشنودی اونها این محفل آراستی استادیان. دعا کنیم پروردگار به همه صحت و عمر دراز نصیب